بیاین با هم به یه پارک بریم و به چیزهایی که در اطرافمون می‌بینیم خوب دقت کنیم. ما توی پارک درخت‌ها رو می‌بینیم. همینطور گل‌ها و چمن‌ها رو. بله، نیمکت و سطل زباله هم هست. همینطور وسایل بازی و آب. بچه‌ها به بیشتر چیزهایی که در اطراف ما وجود داره میگن ماده. این یک کتاب داستانه. ما این کتاب رو هر جا که بذاریم شکلش تغییر نمیکنه. توی پوشه، توی کلاسور، جام تغییر نکرد. یا توی کیف. ما حتی میتونیم شکل کتاب رو نقاشی کنیم. اینطور نیست؟ بله دقیقاً همینطوره. خب خیلی چیزای دیگه هم در اطراف ما هست که مثل کتاب داستانه. بله، یعنی شکلشون تغییر نمیکنه. کاملا درسته. به چیزایی که از خودشون شکل دارن میگن